رفقای من سلام و درود. خیلی خوش آمدید به کانال من. با تحچین مرغ در خدمتتون هستم. مواد لازم: برنج 4 پیمانه، مرغ 400 گرم، تخم مرغ 4 عدد، 3 عدد زرده 1 عدد کامل، ماست 1 پیمانه، روغن نصف پیمانه، زعفران به میزان لازم، زرشک 4 قاشق غذاخوری، شکر 1 قاشق چایخوری، کره 50 گرم، آلو بخورا و گلاب به دلخواه. اول برای از بین بردن هورمون مرغ رو داخل آب جوش 5 دقیقه میجوشونیم و بعد آب مرغ رو عوض میکنیم و مرغ رو همراه با پیاز، هویج، برگ بو، زردچوبه، ادویه و نمک بذاریم تا بپزه. مرغ پخته شده رو ریش ریش میکنیم، تو کره یا روغن سرخ میکنیم و بهش زعفرون اضافه میکنیم. زرشک رو تفت میدیم و 1 قاشق چایخوری شکر به اون اضافه میکنیم و خلال پسته و گردو رو به ترکیب زرشک اضافه میکنیم و بعد نواز رو به مرغ سرخ اضافه میکنیم و کنار میذاریم. سه عدد زرده و 1 تخم مرغ رو خوب به هم میزنیم تا از لختگی بیرون بیاد. و بعد زعفرون، ماست، نمک، فلفل سیاه، گلاب و روغن رو به اون اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. حالا برنج رو به مواد اضافه میکنیم، هم میزنیم تا خوب مخلوط بشه. کف قالب رو چرب میکنیم، یه لایه برنج کف قالب میریزیم و با پشت قاشق خوب فشار میدیم تا فشرده بشه. بعد مواد میانی رو میریزیم. مواظب باشید مواد میانی به دیوارها یا قالب نگیره. من آلو بخورا رو پختم، هسته اون رو جدا کردم، روی مواد گذاشتم. آلو بخورا به دلخواه است، شما میتونید استفاده نکنید. حالا بقیه برنج رو روی مواد میانی میریزیم و خوب فشار میدیم. قالب رو با فویل میپوشونیم و با چنگال یا کارچن سوراخ میزنیم و در فر 180 درجه به مدت 50 دقیقه میذاریم. تحچین ما آماده شده. آلویی که من گذاشتم کمی آب داشته و کف قالب مشخص میشه. شما اگر خواستید آلو استفاده کنید سعی کنید آب نداشته باشه. امیدوارم دوست داشته باشید. نظراتتون رو برام کامنت کنید. تا دیداری بعد، خدا نگهدار.